این حاصل نخود محصولاتی که تشابوی مظریفوف جمع‌آوری کرده است حاصل این موسم میباشد. تشابوی آن را در خرمان باد کرده تازه میکند. همین قدر نخود برای اویله آنها که 6 نفر را تشکیل میدهد ذخیره برای 2 سال آینده بسنده است. همین طور بنفشه گرفته است تشابوی. انشالله با 2 ساله 3 ساله ما میرسد. چی ذخیره کردین شما؟ گندم، نخود، نسک، سبزیجات، میوگی هم خیلی وضعی که در چیز است. در نشنمو در پختن است. خیلی که کنم 2 ساله 3 ساله خوراک ما جمع کردگیم. در ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین دهات چگم در دهه بادامتو برای جمع‌آوری حاصل زراعت این شب و روزها به مثل تشابوی دیگر ساکنان همین طور سرکار هستند. در خرمان یکی گندم دیگری نخود سومی زغیر تازه دارند. این روزها نمایندگان جماعت دهات همراه آنها هستند. در حدود جماعت 1892 گیتار زمینوی لالمی غلادانه موجود می باشد که امسال غلادانه در جماعت دهات چگم با مقداری هر یک هکتار با مقداری از 15 تا 19 سانتی حاصل داده شدند. ساکنان دهه بادامتو از چنین خرمان خوشحال می باشند. آنها میگویند که نظر به سال گذشته امسال خرمان آنها برکتی بیشتر دارد. طلبک حکیموف حاصل زغیر کاریدش را از باد میگذراند. او با باوری اظهار داشت که از 300 کیلوگرم زغیر به مقدار 200 کیلوگرم روغن صاف از لحاظ اکولوژی تازه میگیرد. ما دستور سپارش‌های جناب ولی را سرمشق کاری خود کرده 2 ساله ذخیره خود را جمع آوردیم که از هر یک گکتاری 18-19 سانتی گندم جمع آورده ایستادیم که ما 2 ساله حاصل خود را جمع آوری کرده ایستادیم. زغیر و گندم و نخود ما با مردم در دهخانه کرده خودمون به بازار برده میفروشیم. در دهه بادامتو همین گونه خرمان‌ها یک چند عدد می باشند. تشابوی و همدهگانش از آنها با نوبت استفاده کردند. کاخ و دانه و علف‌هایی که باد جدا کرده است آن را هم جمع‌آوری نموده برای خوراک چاروا استفاده میبرند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین برای برنامه اطلاعاتی نوید.